إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 97 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به توحید ربوبیت دارد به شما بیان خواهیم کرد. در حلقه گذشته به شما بیان نمودیم که توحید الوهیت اصل دارد و کمال دارد. وقتی که انسان اصل توحید، اساس توحید، ریشه توحید را ترک کرد، از ملت اسلام خارج شده کافر و مرتد می گردد. اما وقتی که کمالات توحید را ترک نمود، او مسلمان باقی می ماند، اما مسلمان ضعیف الایمان خواهد بود. و این چنین بیان نمودیم که توحید الوهیت به خود شکننده و نواقض دارد و نابود کننده ها دارد. و این چنین بیان نمودیم که توحید الوهیت به یک چند نمودی کفر شکسته می شود و 5 نمودی کفر در توحید الوهیت را ذکر نمودیم که هر کسی که توحید الوهیت را انکار بکند، هر کسی که توحید الوهیت را ترک بکند، الله را عبادت نکند به مانند حلولی ها، هر کسی که الوهیت را به غیر الله اثبات بکند و هر کسی که یگانه الله را عبادت بکند و اما عبادت را انجام بدهد که الله از این عبادت به انجام این عبادت خبر نداده است، یعنی از بدعت و از قانون براری های نو و حلال و حرام از پیش خودش به وجود بیاورد. و هر کسی که اعراض از عبادت الله بکند، از اطاعت الله روی گرداند و انقیاد اطاعت الله سبحانه و تعالی ننماید. این بود نمودهای کفر در توحید الوهیت. یعنی با این نمودهای کفر انسان در توحید الوهیت کافر می گشت. حالا باشد به شما بیان میکنیم که بزرگترین شکننده توحید الوهیت این شرک است. البته در موضوع شرک حلقه های گوناگونی را، سلسله درس ها را ان شاء الله بعد از بیان توحید به شما عرضه میکنیم، ان شاء الله بیان میکنیم. اما بدانید که شرک یعنی به الله چیزی را برابر کردن. شرک یعنی غیر الله را به الله برابر کردن و به غیر الله عبادت را انجام دادن. همین شرک در الوهیت بدون نمود تقسیم می شود. شرک اکبر و اصغر. ما گفتیم توحید الوهیت یعنی یگانه عبادت کردن الله در الوهیت، در عبادت. شرک در توحید الوهیت گفتن درست نیست، بلکه گفته می شود شرک در الوهیت. توحید رو در حالت شرک استفاده نمیبرید.
شرک در الوهیت اکبر است و اصغر است. شرک اکبر همان شرک است که صاحبش را ابدالابد به جهنم وارد می کند. هر کسی که شرک اکبر را انجام داده و توبه نکرده از این دنیا وفات کرده است، خالدا مخلدا فی النار باقی می ماند. چخیلی که سوره نساء آیه 48 به این دلالت می کند. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. همانا که الله نمی بخشد کسی را که شرک را انجام داده است، یعنی ابدالابد در جهنم باقی می ماند. و در آیت دیگر الله خودش بیان کرده است و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. هر کسی که به الله شرک را قرار داده است و با همین حالت شرک وفات کرده است، برای او جنت حرام است و بازگشت او به جهنم است. برای انسان مشرک جنت حرام است. انسانی که شرک را انجام می‌دهد باید از شرک توبه بکند. اگر از شرک توبه نکرد و شرک را ترک نکرد و کفر بالطاغوت والولاء والبراء را، براءت را از شرک و مشرکین اعلان نکرد و وفات کرد، جنت برای او حرام است و کمک کننده او ندارد. این شرک اکبر است. شرک اکبر به مانند سجده کردن به مخلوق، سجده کردن به یک انسان، سجده کردن به قبر، به اولیای کسی نباشد. ذبح کردن به غیر الله، ذبح کردن به سر مزار، ذبح کردن به زیر پای کدام ایشان، دعای مرده ها، طلب کمک کردن از مرده ها یا که طلب دعا کردن از مرده ها. بعضی ها می روند به سر قبرها و می گویند که ای اولیا از الله در حق من دعا بکن. این چنین انسان ها مشرکند و این شرک اکبر است. و ترسیدن از مخلوق، پرسیدن از مخلوق، طلب کردن از مخلوق که چیزهایی را که غیر از الله هیچ کسی قادر به انجام دادن اون نیست، این شرک اکبر است. شرک اصغر یعنی شرک میده، شرکی که انسان را از دایره اسلام بیرون نمی کند. این دومین نمود شرک، قسم دوم شرک، نمود دوم شرک، شرک میده. شرک اکبر شرک کلان، شرک اصغر شرک میده. شرک میده صاحبش را از دایره اسلام بیرون نمی کند، یعنی کافر و مشرک و مرتد نمی کند، اما به نهایت گناه بزرگ است. به مانند قسم خوردن به غیر الله و گفتن قولی اگر الله نمی بود و تو نمی بودی من مثلا به یک کار گرفتار می شدم. یعنی یک انسان را بعد از الله کسی دوم گفتن. و ان شاء الله در این مسائل در حلقه های شرک به شما صحبت خواهیم کرد. پس شرک هر دو نمودش هم خطرش بزرگ است و هم شرک اکبر و شرک اصغر بخشیده نمیشه و چخیلی که در حلقه های اول در این مسئله به شما صحبت نمودیم و بیان کردیم. بارک الله فیکم. بدانید بسیاری مشرک هایی که به شرک واقع شدند شرکشان در توحید الوهیت بود. همه پیامبرانی که پیش از محمد صلی الله علیه و سلم آمده اند قومشان را و مردم را دعوت به سوی توحید الوهیت میکردند، چرا که شرک اونها در الوهیت بود. مشکلی همه قوم در توحید الوهیت بود. وقتی که آدم علیه السلام بروی این دنیا آمدند، مؤمن موحد، فرزندان آدم علیه السلام موحد، همچنین 1000 سال همه در حالت توحید، در حالت موحد بودن زندگی کردند. 10 قرون، 10 قرن، 10 قرن یعنی 100 ساله که 1000 سال است. بعد از 1000 سال گذشتن البته که شیطان فرزندان آدم علیه السلام را فریب داد و به اونها گفت این انسانهای صالح و این بابا و آچه های شما که
انسانهای خوب بودند، پدر شما که انسانهای بهترین صالح بودند وفات کردند، رسم اونها را کشید تا که فراموش نکنید، تا که انسان صالح را فراموش نکنید، تا که در یادتان ماند، تا که قدر این آدمهای صالح را بدانید. رسمهای آدم صالح را کشیدند، یعنی پدرشان را، فرزندها پدرشان را رسمشان را کشیدند. در یک ماه یک بار رسم را نظر میکردند و تقوایشان زیاد میشد و مثل همونها عبادت میکردند. فرزندها وفات کردند، نبیره های این صاحبان رسم آمدند. نبیره ها آهسته آهسته به فریب شیطان رسم پرستی را شروع کردند و آهسته به مانند همین رسم هیکل تراشیدند و بالاخره به خود یک الههای را مخصوص گرفتند. ودن و سواعا و یغوث و یعوق و نصره. ود، سوا، یغوث و یعوق و نصره. هیکل ها تراشیدند. شرک اونها در کدام شرک بود؟ شرک قوم نوح علیه السلام. اولین پیامبری که ارسال شد، مبعوث شد که مردمش را به سوی توحید الوهیت دعوت بکند، این نوح علیه السلام بودند. تا نوح علیه السلام همه مردم در توحید بودند. الله سبحانه و تعالی نوح علیه السلام را فرستاد تا که قومش را به سوی توحید الوهیت دعوت نماید. نوح علیه السلام 950 سال در بین مردم ایستادند و مردم را به سوی یکتاپرستی دعوت میکردند. ولبث فیهم 1000 سنة الا 50 عامه. 950 سال در بین مردم ایستادند و دعوت به سوی توحید میکردند. میگفتند که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یگانه الله را عبادت بکنید. اما قوم بین خود و بین الله واسطه میگرفتند. ببینید قوم نوح علیه السلام هم شرکشون در الوهیت بود. همون قوم نوح علیه السلام همون رسمها را آهسته به هیکل تبدیل دادند و همون هیکل را که ما میگیم صنم پرستی را شروع کردند و میگفتند که انمینها بین ما و بین الله شفاعت کنندند. اینها دعای ما را به الله میرسانند. اینها در حق ما از الله دعا میکنند. مثل شرک قریش و مثل شرک امروزه انسانهایی که از امت محمد صلی الله علیه وسلم خود را میگیرند. همه شرک یک نمود شرک است. آنها هیکل را پرستیدند. قریش هم هیکل را پرستیدند، صنم را پرستیدند. امروزه انسانهایی که خود را از امت محمد صلی الله علیه وسلم میگیرند، قبر را بین خود و بین الله واسطه میگیرند. آیا فرقی هست از امروزه عباد القبور، قبر پرستایی که امروز وجود دارد که خود را از امت محمد صلی الله علیه وسلم میگیرد و اون قریشی هایی که پیامبر با اونها جنگیدند و اونها را به قتل رسانیدند و امتی نوح علیه السلام و امتی ابراهیم علیه السلام، بگویم اون مشرکانی که در قوم نوح علیه السلام بودند و اون مشرکانی که در قوم ابراهیم علیه السلام بودند و اون مشرکانی که قریش بودند در قوم محمد صلی الله علیه و سلم و امروزه مشرکانی که خود را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند، فرقشون در چیست؟ هیچ فرقی ندارند. شرک همه اینها یک نمود شرک است. شرک در توحید الوهیت. پس بسیاری مشرکان که به اونها پیامبران فرستاده شده بودند، شرکشان در الوهیت بود. شرکشان این بود که بین خود و بین الله واسطه می گرفتند. شرکشان این بود که انسانهای صالح را که وفات کرده بودند هیکلش را می تراشیدند، صنم می گرفتند و می گفتند که اینها بین ما و بین الله شفاعت کننده اند. دعوا می کردند که همین قبرها، این صنم هیکلها، اینها را به الله نزدیک می کنند، شفاعت می کنند و با همین واسطه اونها مشرک می شدند و با همین راه الوهیت را به غیر الله سبحانه و تعالی انجام می دادند. بارک الله فیکم. پس ببینید
ببینید که امروزه مشرک ها هم شرکشون در توحید الوهیت است. شرک رافضه شیعه در توحید الوهیت است. شرک صوفی ها قبوری هایی که قبر را میپرستند در توحید الوهیت است. و شرک همه انسان هایی که بغیر الله توکل میکند، بغیر الله ذبح میکند و سجده میکند، بین خود و بین الله پیامبر را یا که اولیاء و صحابگان را واسطه میگیرد و میگه که اینها شفاعت کننده ما هستند، شرکشون همیش در الوهیت است. سبحان الله. چرا که مشرک های زمانه گذشته هم نمی گفتند که این هیکل، این صنم به ما رزق میتید، ما را خلق کرده است، این مالک ما است و این فایده میرساند و ضرر میرساند، به ذاتش نمی گفتند، بلکه می گفتند که اون مشرک ها ما را به الله نزدیک میکند. حقیقت شرک مشرک های زمان گذشته، حقیقت شرک قوم نوح، حقیقت شرک قوم ابراهیم، حقیقت شرک قریش، این طلب شفاعت کردن از مرده ها بود، طلب شفاعت کردن از اولیا بود، طلب شفاعت کردن از بت ها و این صنم بود. و امروز هم سبحان الله امت محمد صلی الله علیه و سلم به همین شرک واقع شده است. بین خود و بین الله واسطه میگیرد، بین خود و بین الله وسیله میگیرد و بین خود و بین الله مرده ها را، مزارها را میگیرد. هر یک دیه به خودش مزار دارد که این شرک است و کفر است، نباید به نزد مزار بروید، این شرک اکبر است. الله سبحانه و تعالی در سوره زمر 3 میگوید والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفى. آنهایی که بجز الله دیگر چیزها را به خود اولیا گرفتند، یعنی به خود اله گرفتند و دیگر چیزها را عبادت میکردند، میگفتند که ما اینها را عبادت نمیکنیم، اینها ما را به الله نزدیک میکند، یعنی ما را شفاعت میکند. در سوره یونس آیه 18 است که یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. بجز الله دیگر چیزها را عبادت میکردند، همون چیزهایی را که به اونها ضرر هم نمیرسانید، فایده هم رسانیده نمیتونید، و میگفتند که اینها شفاعت کننده ما در نزد الله هستند. پس چرا ما این سخن را میگوییم؟ برای آن که امروز صوفی های قبوری، عباد القبور، قبر پرست و مزار پرست ها از اشاعره و ماتریدی و صوفی ها، این رافضه ها مردم را به گمراهی دعوت میکنند، به قبر پرستی دعوت میکنند و میگویند که وسیله گرفتن جایز است، وسیله گرفتن به قبر پیامبر جایز است، وسیله گرفتن به قبر اولیا جایز است، واسطه گرفتن جایز است، به نزد الله به واسطه رفتن نادرست است. این همه سخنها دعوت به سوی شرک است و این شرک اکبر است. شما بین خود و بین الله انسان را، قبر را، صنم را، وثن را، پیامبر را صلی الله علیه وسلم، اولیا را، صحابگان را بین خود و بین الله واسطه نگیرید. بین خود و بین الله قرآن و سنت را واسطه بگیرید، عمل را واسطه بگیرید، نامهای الله را واسطه بکنید، عملی خوب خودتون را واسطه بگیرید و دعا را واسطه بگیرید. بارک الله فیکم. بدانید که آن مشرکانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را به قتل رسانیدند، به آنها جنگیدند و آنها را مشرک گفتند و آنها را جهنمی گفتند، سبحان الله توحید و الوهیت را اقرار میکردند و این چنین توحید الوهیت را هم اقرار میکردند. یعنی الله را عبادت میکردند، الله را دعا میکردند، به الله نماز میخواندند، در بعضی حالتها به الله حج میکردند. مشرک قریش به الله حج میکردند. همین قریشی هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله اونها را مشرک گفتند به الله حج میکردند. حج این عبادتی که از زمان ابراهیم علیه السلام باقی مانده است. مشرکان اینها، مشرکان قریشی ها اصلشان امت ابراهیم علیه السلام بودند، امت اسماعیل علیه السلام بودند. آهسته 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 به مرور زمان دینشان تغییر یافت، مشرک شدند. لیکن
با وجود این بعضی از عبادت ها باقی مانده بود، بمانندی حج کردن. قریشی ها حج میکردند اما حج را ویران کرده تغییر داده بودند. حج را همه لوچ مادرزاد میکردند، لوچ بی لباس حج میکردند، یعنی در گرد خانه الله بی لباس قریشی ها طواف میکردند، زن و مرد لوچ. یعنی مقصد این است که مشرکایی که پیامبر صلی الله علیه و آله اونها را کشتند سوال میکردند که زمین و آسمان را که خلق کرده است؟ میگفتند الله. به شما کی باران میباراند؟ الله. شما را کی نگاه میدارد؟ الله. بلا از جانبی کی است؟ الله. ضرر از جانبی کی است؟ الله. منفعت از جانبی کی است؟ الله. مشرکان همین خیلی میگفتند. رزق از جانبی کی است؟ الله. حج را به خاطر چی میکنید؟ به خاطر الله. کی را دوست میدارید؟ الله را. پس مشکلی آنها چی بود؟ چرا آنها را مشرک گفتند؟ چرا همچنین انسان‌هایی که در همین حالت مرد ابدالابد در جهنم و در دوزخ میماند؟ برای آن که آنها بین خود و بین الله واسطه گرفتند. مشکلی آنها این بود که هم الله را عبادت میکردند و هم غیر الله را عبادت میکردند. آنها یگانه الله را عبادت نمیکردند، الله را عبادت میکردند و به غیر الله یک بت را از انسان‌های صالح لات، منات، عزا عبادت میکردند. مقصد توحید الوهیت چی است؟ یگانه الله را عبادت کردن و از غیر الله براءت را اعلان کردن و از اون کسانی که غیر الله را عبادت میکنند براءت را اعلان کردن. هم از شرک براءت را باید اعلان بکنی و هم از مشرکین براءت را باید اعلان بکنی. این شرک چیزی نباشد و مشرکین کسی نباشد. اگر پدرت، مادرت، برادرت، فرزندت، زنت، خویش و تبارت مشرک باشد باید براءت را اعلان بکنی. از قامت باید براءت را اعلان بکنی. چهلی که ابراهیم علیه السلام در سوره تحریم آیه 4 آمده است که براءت را اعلان، ممتحنه آیه 4 آمده است که براءت را اعلان کردند. پس مشرکان توحید الوهیت را هم اقرار میکردند اما به پهلوی توحید الوهیت، یعنی هم توحید الوهیت را انجام دادند، هم الله را عبادت میکردند و هم به غیر الله یک چیز دیگری را عبادت میکردند. قسم به الله شما بگویید که امروزه مشرکان از مشرکان زمان پیامبر چه فرق دارد؟ از مشرکان زمان نوح علیه السلام چه فرق دارد؟ از مشرکان زمان ابراهیم علیه السلام چه فرق دارد؟ هیچ چیز فرق ندارد. عباد القبور که امروز هست، از این صوفیای غلات و رافضه ها و قبوری ها، اینها توحید ربوبیت را مثل مشرکان قبول دارند. البته از مشرکان شاید شرایط حالتشون بدتر باشد و در توحید الوهیت نماز را به الله می‌دارند، حج را به الله انجام می‌دهند، روزه را به الله انجام می‌دهند، اما به غیر الله یا به همراهی الله باز قبر، اولیاء یا صالح را عبادت می‌کنند. یعنی شرک امروزه مشرکان مثل شرک زمان قدیم است. دلیل از کجا است که مشرکای زمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم توحید الوهیت را میفهمیدند؟ یعنی الله را هم عبادت میکردند. دلیل از کجا است که مشرکا الله را عبادت میکردند اما شرکشون این بود که با همراهی الله یک چیزی دیگری را عبادت میکردند، یعنی بین خود و بین الله واسطه میگرفتند. سوره اعراف آیه 72 نظر بکنید. الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده. گفتند مشرکا به پیامبر گفتند که آیا تو آمدی تا که یگانه الله را عبادت بکنی؟ ببینید، یعنی مشرکا الله را عبادت میکردند اما به غیر الله یک چیزی دیگری را، بت را، صنم را عبادت میکردند. بین خود و بین الله واسطه میگرفتند. و این چنواتی دیگر است که میگفتند اجعلتنا الهنا اله واحد ان هذا لشیء عجاب. یعنی تعجب میکردند که آیا تو اله را، معبود را فقط یگانه میگویی که این الله میگویی و دیگر اله ها را انکار میکنی؟ یعنی مشرک ها هم الله را عبادت میکردند و هم غیر الله را عبادت میکردند. مشکلی اونها همین بود. چخیلی که امروزه مشرک ها مشکلشون همین است. پس ای برادرم و خواهر مسلمانم، بدان که
مشرکان حتی در بعض حالتها یگانه الله را دعا میکردند و در بعض حالتها خالصا لله فقط عبادت را به الله انجام میدادند. در حالتهای شدت و سختی، وقتی که به بالای مشرکان یگان بلا و مصیبت و یگان سختی می آمد، یک و یک باره خالصا مخلص می شدند و عبادت را خالصانه به الله، دعا را خالصانه به الله انجام میدادند. سوره عنکبوت 65 آمده است که فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. زمانی که مشرکان به کشتی سوار می شدند، خالصانه و مخلصانه تنها و یکتا الله را دعا می کردند و دین را و تمام عبادت را تنها به الله انجام دادند. اما با وجود این همه، این عبادت هایشان، این توحید الوهیتشان و این توحید ربوبیتشان به اونها فایده نداد و اونها را به اسلام داخل نکرد، بلکه الله و رسولش اونها را مشرک گفتند، کافر گفتند و اونها را به قتل رسانیدند و دعوت کردند به سوی توحید خالص. توحید خالص یعنی به سوی این که یگانه الله را عبادت بکنید و با همراهی الله غیر الله را عبادت نکنید. انا همین بود دین پیامبر صلی الله علیه وسلم. پس امروز هم ما میگوییم ای عباد القبور، ای قبر پرست ها، ای صوفی های غلات عباد القبور، ای ماتوریدی هایی که توحید الوهیت را نفهمیدید و توحید ربوبیت گفتید، ای اشعری ها، ای رافضه های غلات عباد القبور، امام پرست ها و مشرک ها، ای مشرعین و قانون برارها، ای دموکرات ها، ای حزب هایی که شما قانون الله را به یک طرف گذاشتید و قانون بشر را اختیار کردید و حکمی به غیر الله را میخواهید، شما به شرک غوطه زده اید. شرک شما از شرک مشرکان دیده سخت‌تر است. چرا که مشرکان در حالتهای سختی یگانه الله را عبادت میکردند، شما هم در حالتهای سختی و هم در حالتهای سبوکی غیر الله را عبادت میکنید. شرک شما مثل شرک مشرکان است که پیامبر اونها را مشرک گفتند و به قتل رسانیدند. توبه بکنید و به سوی الله یگانه بازگردید و یگانه و تنها و یکتا الله را عبادت بکنید. به غیر الله به کسی سجده نکنید، به غیر الله به کسی ذبح نکنید، از غیر الله به کسی سرخم نکنید، سری تعظیم فرود نآورید، از غیر الله از کسی طلب فایده و ضرری نکنید، از غیر الله به کسی از کسی دیگر طلب دعا نکنید، از سری مزار، از سری قبری یگان ایشان، از سری قبری یگان صحابه یا که از سری قبر پیامبر دعا نکنید، از اونها طلب نکنید، از اونها طلب شفاعت نکنید، بین خود و بین الله چیزی را واسطه نگذارید از مرده ها. انمین شرک است و کفر است. قانون مخالف قانون الله نبرارید، حکمی به غیر حکم الله و رسول نکنید، مراجعت به محکمه های طاغوتی نکنید. این همه شرک است و کفر است و شرک اکبر است. و البته که وقتی که شما شرک را ترک کردید باید مشرکین را هم ترک بکنید. همان وقت دین شما صحیح می شود، همان وقت اسلام شما صحیح می شود که براءت را از شرک و از مشرکین اعلام بکنید. معنای اسلام هم همین است. الاسلام الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءت من الشرك و اهله. اسلام این تسلیمی کامل شدن به الله در توحیدش، هم در توحید الوهیت، ربوبیت و اسما و صفات، و اطاعت کردن الله با عبادت، پابرجا بودن با عبادت، عمل را انجام دادن و براءت کردن از شرک و از مشرکین. و همین از سوره ممتحنه 4 که الله گفت قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. برای شما الگوی نیکو ابراهیم علیه السلام هستند، خلیل الله، ابو الانبیا هستند. زمانی که ابراهیم و شاگردان ابراهیم ایمان آورده ها، اصحاب ابراهیم، به قومشان به مشرکین گفتند که ما از شما براءت را اعلان میکنیم و از آن چیزی که شما اونها را عبادت میکنید از اون هم براءت را اعلان میکنیم. بین ما و شما ای مشرکین دشمنی، عداوت آشکار شد، ظاهر شد از همین حاضر تا زمانی که ایمان به الله بیارید.
یعنی براءت کردن از مشرکین پیش از براءت کردن از شرک ذکر شده است. اما امروز هستند بسیار انسان‌هایی که شرک را ترک کردند اما مشرکین را ترک نکردند. شرک را ترک کردند باز به همون غلات صوفی، غلات رافضه دوستی میکنند. امروز بسیار از ملاها شرک را ترک کردند اما میگویند که شیعه ها برادران ما هست، غلات صوفی ها برادران ما است. اونها براءت از مشرکین را اعلان نکردند. اسلامشان تا به حال صحیح نشده است. بارک الله فیکم. پس این بود یک مسئله بزرگه و این حالت مشرکای گذشته یک رد شدید به امروزه انسان‌هایی که اهل کلام است، متکلمین، به امروزه صوفی‌های قبوری یک رد شدید است حالت‌های مشرکی گذشته. چرا که امروزه صوفی‌های قبوری میگویند که انسان اگر توحید ربوبیت را اعتراف کند تمام به اسلام داخل شد و عبادت الله را نکند یا که بغیر الله چیزی دیگری را عبادت بکند یا که با همراهی الله چیزی دیگری را عبادت بکند، او به شرک واقع نمی شود بلکه این جایز است. میگویند صوفی های قبوری. وقتی که صوفی های قبوری را میپرسید که چرا، برای این که میگویند که مشرک های گذشته شرکشان در الوهیت نبود بلکه شرکشان در ربوبیت بود. میگویند یعنی صوفی های قبوری مشرک های زمان گذشته را خطا فهمیدند که البته ما در این مسئله ان شاء الله در حلقه آینده به شما صحبت خواهیم کرد. این بود امروزه موضوع و با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و شما را دعوت میکنیم به سوی توحید خالص. توحید خالص یعنی توحیدی که همراهش هیچ شرک وجود ندارد، نه اکبر و نه اصغر. توحیدی که یگانه الله را عبادت کرده می شود و با همراهی الله هیچ چیزی وجود ندارد. توحیدی که شما از شرک و از مشرکین براءت را اعلان کرده اید. توحیدی که کفر به طاغوت به خودش دارد. توحیدی که خدمت دین الله، عبادت الله هست، نه خدمت طاغوت و عبادت طاغوت. توحیدی که به خودش روی خاطری بنده ها را ندارد و تنها ترس از الله را دارد. توحیدی که لشکر شدن به الله هست، نه لشکر شدن به طاغوت. توحیدی که اعلان قانون الله هست، نه اعلان قانون طاغوت. توحیدی که بین خود و بین الله قبر را، ایشان را، یک غلات قبوری را واسطه گرفتن نیست. توحیدی که یگانه دعا کردن الله است. توحیدی که دوستداری الله، دوستداری چیزهایی که الله دوست می‌دارد، دوستداری مؤمنین به خاطر الله، برای آنکه الله مؤمنین را دوست داشته است. دوست داشتن به خاطر الله این توحید است که محبت غیر الله با همراهی الله وجود ندارد. توحیدی که میگوید همه قانون از آن الله است، همه حکم از آن الله است، همه محکمه از آن الله است. قانون نو برآوردن شرک است، حکمی به غیر الله کردن شرک است و کفر است و ردت است و مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی کفر است. خدمت کفار و طاغوتین کردن کفر است. همین توحید که ما باید بدانیم و عمل بکنیم و همین همه سخنها طلبات و مقتضای لا اله الا الله محمد رسول الله است. نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد رسول الله است. نیست معبودی بر حق کفر بالطاغوت، البراء و تکفیر المشرکین، الا الله، اثبات الله، ایمان به الله، دوست داشتن الله،
دوست داشتن کسانی که الله اونها را دوست می دارد، ایمان به حکم الله، به قانون الله، به محکمه الله، اقرار و تصدیق و قبول نمودن این همه، و ان محمد رسول الله، متابعت کردن رسول الله، عبادت کردن الله با نشانداد رسول الله، از بدعت و خرافات دور شدن، چیزی دیگری را پیرو نشدن و تنها پیروی کردن و متابعت کردن از رسول الله نه از غیر الله. این همه توحید است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.